آیا می دانستید با یک روش خانگی تضمینی می توانید تمام زگیل‌ها و منگوله‌های پوستی خود را در منزل درمان کنید؟ بیش از 140 نوع ویروس HPV یا زگیل در جهان ثبت شده و از آنجا که این زگیل‌ها مصری و حاوی ویروس هستند، بهتر است آنها را تماما از بین ببرید. در این ویدیو ما درمان قطعی و فوری نابودی این زگیل‌ها را در منزل توسط خودتان بازگو می‌کنیم. به کانال بهداشت جنسی و سلامت بانوان خوش آمدید. زگیل‌های پوستی با زگیل تناسلی متفاوت می‌باشند و اکثراً خوش‌ریم هستند. فقط به دلیل انتقال آن به قسمت‌های دیگر بدن یا افراد سالم حتماً باید پوست خود را از این ویروس پاک و زگیل‌ها را از بین ببرید. برای از بین بردن در منزل به 3 ماده اصلی نیاز داریم. ابتدا سیر که باید آن را خرد کنید و با فشار آب سیر را بگیرید. حداقل 2 قاشق غذاخوری آب سیر نیاز است. دوم، آب لیموی تازه که به راحتی در منزل در دسترس می باشد و کافی است آب آن را بگیرید. سوم، محلول بتادین یا همان پوویدون آیودین که در تمام داروخانه ها موجود می باشد. این 3 ماده را با هم ترکیب کرده و روی زگیل بمالید و آن را با چسب زخم بپوشانید. با تکرار چندین بار این روش هیچ اثری از زگیل روی پوست شما باقی نخواهد ماند. برای از بین بردن زگیل‌های بزرگتر و مقاومتر علاوه بر 3 ماده ذکر شده می توانید قرص آسپرین یا محلول اسید سالسیلیک که حاوی آسپرین می باشد و در تمام داروخانه ها موجود است نیز اضافه کنید. همراهان عزیز، این یک روش تضمینی و قطعی است و با توجه به موارد ذکر شده میتونید برای همیشه زگیل‌ها را نابود کنید. در طب سنتی برای نابودی زگیل به مالیدن عصاره چای، سرکه سیب و حتی خرد کردن و قرار دادن پوست موز بر روی زگیل اشاره شده است، اما هیچ کدام از این موارد برای از بین بردن کامل و نابودی این زگیل‌ها به اندازه ترکیب سیر، آب لیمو و بتادین تضمینی و مؤثر نیستند. همراهان عزیز، حتما این روش را تا نابودی کامل زگیل‌ها چند روز ادامه دهید و مطمئن باشید تمام زگیل‌ها از روی پوست شما محو خواهد شد. دوستان عزیزم، ممنونم که ما رو در این ویدیو همراهی کردین. لطفاً ویدیو رو لایک و برای بالا رفتن سطح آگاهی به دوستان خودتون بفرستین. کانال خودتون رو حمایت و سابسکرایب کرده زنگوله رو فشار بدین تا از جدیدترین ویدیوهای بهداشت بانوان اطلاع پیدا کنید.